امام مالک رضی الله تعالی عنه در جلسه درس خود شیشته بود. میگه لحظه به لحظه شاگرداش به طرف سیل میکنن که چهره استاد تغییر میکنه، اما درس خود ادامه میده. ببینید وقتی که میگه از درس خلاص شد، یک شاگرد خدا گفت که تو بیا می چپن مرا پشت سر لباس مرا یک دفعه سیل کن. میگه وقتی که ایره باز کردن دیدن که 18 جا ایره گشتم گزیدن. گفت ما نخواستم به خاطر گشتم گزیدن علاقه درس خدا یا درس حدیث رو که میداد احادیث من قطع. این حال ادبی است که وقتی انسان در درس قرآن و درس سنت درس دین میشینه تلفن خدا گل بکنه و به خاطر مخلوق کلام الله را قطع نکنه.